سلام رفقا، حالتون چطوره؟ من شایان وایتی هستم و خوش اومدین به این ویدیو. بچه تو این ویدیو قراره که بهتون یه باگی رو آموزش بدم که با استفاده از اون باگ میتونین سی پی رایگان بگیرین هر چقدر که دلتون بخواد. بچه حتما تا آخر ویدیو رو نگاه کنین چون چند تا نکته کنکوری بهتون گفتم، اونا رو رعایت کنین تا سی پی رو بهتون بده. بچه این باگ نه اکانتتون رو بند میکنه و نه چیز دیگه ای، فقط بچه یه باگیه که از خود کالاف این حالا باگ رو اجرا میکنیم، پس اصلا نگران نباشین و هیچی نمونده. فقط بچه اگه هنوز چنل رو سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنین و اون زنگوله رو حتما فعال کنین دیگه. لایک ویدیو یادتون نره، لایک ویدیو خیلی بهم کمک میکنه و بهم انرژی میده که بهتر کارامو پیش ببرم و دوستتون دارم دیگه. کامنت هم یادتون نره. بریم سراغ ویدیو. بچه هر مشکلی داشتین تو کامنت ها برام بگین. بچه قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو اینم بگم که اصلا از هیچ VPNی یا فیلتر شکنی استفاده نکنین، چون من اصلا نگفتم تو این ویدیو که هیچ فیلتر شکنی اصلا استفاده کنین، پس اصلا از هیچ فیلتر شکنی استفاده نمی کنین. بچه بریم سراغ ویدیو. بچه اگه تا آخر با دقت نگاه کنین مطمئن باشین که این باگ برات اجرا میشه و سی پی رو میگیرین. بچه اول میرین توی تنظیماتتون، هم شرطنده رو بزنین، میرین تنظیماتتون، باید اینجا حالت استریم مود رو روشن کنین. حالا اینی که نشونتون میدم حالت استریم موده و از اونجا تو حالت استریم مود خارج بشین و برین توی سوی استور. بچه‌ها از اون به علاوه روبروی سی پی نه، از روی استور میرین توی سی پی شاپ یا همون خرید سی پی، همین صفحه که داری میبینین. بچه اینجا اون سی پی مورد نظرتون، مثلا چقدر میخواین از این باگ سی پی بگیرین، مثلا 420 تا میخواین و 420 تا رو بزنین. خب 80 تا سی پی رو میخواین، اگه 80 تا سی پی رو بزنین. خب الان من اینجا 10800 تا رو میزنم. هر کدومی که خواستین 5 بار بچه‌ها، نه بیشتر نه کمتر، 5 بار میزنیم و از اون حالت که 5 بار زدین از اونجا خارج میشین دیگه، هیچ کاری نباید بکنین. وقتی از اونجا خارج بشین بچه باید بازم برین روی تنظیماتتون. خب همون حالت استریم مودی که روشن کردین رو خاموش روشن میکنین و تو حالت خاموش از اونجا باید در بیاین. خب و بازم بچه اینجا باید اون سی پی مورد نظرتون رو 5 بار، خب 5 بار باید بزنین. حالا اینا رو میگم اینا چی کار میکنن بچه، اینا کمک میکنن تا باگ بهتر اجرا بشه. خب بچه اینجا هم 5 بار، حالا من نتم ضعیفه، 5 بار میزنم. خب و بعد از اینکه 5 بار زدین